نجات بخشان توجک روز 12 فوریه سال 2023 در جریان عملیات جستجوی قربانیان زمین لرزه خرابی‌آور در شهر قهرمانمرش در جنوب ترکیه باز یک کودک را از زیر خراب‌پاره‌ها زنده پیدا کردند. این کودک بیش از 150 ساعت یعنی بیش از 6 شبانه روز در زیر خرابه‌ها بدون آب و غذا به سر برده است. مطبوعات ترک خبر دادند که این کودک از سوی نجات بخشان توجک نجات یافته یوز نام و همگی 3 سال دارد. نشریه ترکی یعنی شفیق خبر داد که این کودک را بعد 159 ساعت در زیر آواره و قرار داشتنش یک گروه انگشکنان نجات بخش از انکره و نجات بخشان توجک پیدا کردند. یکی از انگشکنان گفته است ما قریب 5 روز باز اینجاییم. در این بنا سوختار شده بود. بالاخره از یک طرف بنا تکنیک ساختمانی توانست وارد شود. وقتی علامت زنده بودن یک نفر در زیر خرابه ها معلوم شد تکنیک ساختمانی کار را بس کرد. ما از زیر خرابه ها صدای کودک 2 یا 3 ساله را شنیدیم که زنده بود. این شاهد نجات کودک گفته است که این طفل در درون چنگ و خاک بود ولی وضعش خوب بود. فرشته ها به ما برای نجات او کمک کردند. گفته است این کارگر. یک روز قبل روز 11 فوریه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نجات بخشان توجک در قهرمانمرش توانستند 2 نفر یک پدر را با طفل شیرمک 6 ماهش از زیر خرابه ها زنده پیدا کنند و بیرون بیارند. این پدر و طفلش بیش از 5 شبانه روز در زیر خرابه ها بدون آب و غذا قرار داشته بازم زنده ماندند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان زنده نجات یافتن آنها را معجزه نامید. تاجیکستان روز 9 فوریه یک گروه ویژه عبارت از 50 نفر با شمول نجات دهندگان و طبیبان توجک را برای اشتراک در عملیات‌های جستجویی و نجات و رفع عاقبت‌های زمین لرزه‌های روز 6 فوریه به ترکیه فرستاد. با قرار مقامات ترک نجات بخشان توجک را به شهر قهرمانمرش فرستادند که این شهر یکی از مکان‌های اعظم آفت‌زده به شمار می‌رفت. شماره عمومی هلاک شدگان بر اثر زمین لرزه‌های یک هفته پیش در جنوب شرق ترکیه و شمال و غربی سوریه به 35,000 نزدیک می شود. مقامات ترکیه از هلاکت زیر 30,000 نفر و مقامات سوریه از هلاکت نزدیک 5,000 نفر خبر دادند. این آفت‌ها پر قربانی ترین و خرابی آورترین زمین لرزه‌ها در 84 سال آخر نامیده می شوند.